سلام رفقا. امروز میخوام شما رو با یکی از عجیبترین و در عین حال واقعی ترین ستاره‌های موسیقی دنیا آشنا کنم. شاید اسمش رو شنیده باشین. ادل، همون زنی که با صدای جادوییش میتونه قلب آدم رو بشکونه یا دوباره وصله کنه. ولی بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. ادل فقط یه خواننده نیست. پشت اون صدا یه کوه تلاش، شکست، درد و البته عادتهای خاصی است که باعث شده صداش مثل روز اول هنوز همون قدرت رو داشته باشه. به آشنا شو، خوش اومدی عشق داداش، لایک و ساب یادت نره، برو بریم. خب امروز میخوایم با هم بریم سراغ 6 عادتی که ادل برای حفظ حنجرش داره. قول میدم آخر این ویدیو هم ادل رو بیشتر بشناسی و هم شاید خودت بخوای یکی از این عادت‌ها رو وارد زندگیت کنی. بذارین اول یکم درباره خودش بگم. ادل توی لندن به دنیا اومد. یه دختر معمولی که عاشق موسیقی بود، ولی چیزی که متفاوتش کرد صدای عجیب و روحدارش بود. اولین بار با آهنگ Someone Like You همه رو غافلگیر کرد. یه ترانه ساده، ولی وقتی ادل خوندش همه انگار یه چیزی رو توی قلبشون حس کردن. ولی خب مسیر براش آسون نبود. ادل بارها به خاطر مشکلات شخصی، اضافه وزن، حتی عمل جراحی تارهای صوتی تا مرز خداحافظی از موسیقی هم رفت. اما چیزی که باعث شد هنوزم سرپا باشه همین عادت‌ها و مراقبت‌هایی بود که از صدای خودش کرد. تصور کن یه صدایی داری که میلیون‌ها نفر عاشقشن، اما یه روز دکتر میگه که اگه مراقبش نباشی برای همیشه از دستش میدی. اینجا دقیقاً همون نقطه‌ای بود که ادل تصمیم گرفت عادت‌هاشو جدی‌تر کنه. حالا میریم سراغ اون 6 عادت. 1. گرم کردن قبل از اجرا. ادل هیچ وقت همینطوری نمیره روی استیج، حتی اگه فقط یه آهنگ بخواد بخونه. اون همیشه قبل از اجرا تمرین‌های مخصوص گرم کردن صدا رو داره. چرا؟ چون تارهای صوتی مثل عضلن، اگه سرد باشن و فشار بیاد زود آسیب میبینن. برای خودش یه روتین داره، تمرین‌های ساده نفسگیری و صداهای کششی. طرفداراش میگن حتی موقع رانندگی هم تمرینا رو انجام میده. ویژگی دوم، مرطوب نگه داشتن تارهای صوتی. یه چیز جالب، ادل همیشه کنار خودش یه بطری آب گرم داره، نه سرد نه یخ، چون آب سرد به تارهای صوتی شوک وارد میکنه. میگه صدا مثل گلوی پرنده است، اگه خشک بشه نمیتونه پرواز کنه. پس حواست به صدات باشه که خشک نمونه و بتونه پرواز کنه. ویژگی سوم، استراحت مطلق بعد از اجراهای سنگین. ادل معروفه به این که بعد از کنسرت‌های طولانی چند روز با کسی حرف نمیزنه، حتی با خانواده. سکوت کامل، چون میدونه تارهای صوتی باید استراحت کنن. خیلی از خواننده‌ها بعد از اجرا زیاد حرف میزنن و به صداشون آسیب میزنن، ولی ادل برعکسشه. ویژگی چهارم، پرهیز از فریاد و صحبت زیاد در جمع. میدونستی ادل توی مهمونی‌ها معمولا خیلی آروم حرف میزنه؟ میگه وقتی بخوام روی صحنه فریاد قلبمو بکشم بیرون، چرا باید توی مهمونی انرژی صدامو تلف کنم؟ این یکی از رازهای موندگاری صداشه. ویژگی پنجم، سلامت جسمانی و تغذیه. ادل یه دوره خیلی سخت اضافه وزن داشت. دکترها بهش گفتن این اضافه وزن میتونه روی تنفسش هم اثر بذاره. بعد شروع کرد به سبک زندگی سالمتر، ورزش، تغذیه بهتر، کم کردن مصرف الکل و سیگار. خودش میگه برای من مهم نبود لاغر بشم یا نه، مهم این بود که بتونم راحت بخونم. ویژگی ششم، ارتباط عاطفی با موسیقی. این شاید عجیب ترین عادت باشه. ادل قبل از خوندن هر آهنگ
سعی میکنه دوباره اون احساس رو زنده کنه. به خاطر همینه که صداش همیشه پر از احساسه. میگه وقتی قلبت با صدات یکی بشه صدا هیچ وقت خسته نمیشه. پس ادل فقط تکنیک نداره بلکه با صداش زندگی میکنه. خب عشق داداش، اینم از 6 تا عادت ادل برای حفظ صدای حنجرش. حالا تو فکر میکنی کدوم یکی از اینا رو میتونیم توی زندگی روزمرمون استفاده کنیم؟ حتی اگه خواننده نباشیم، مثل مراقبت از صدامون وقتی که زیاد صحبت میکنیم یا استراحت به بدنمون وقتی که خسته ایم. و من میخوام بدونم شما اگه جای ادل بودین و همچین صدایی داشتین حاضر بودین همین سختگیری ها رو انجام بدین یا نه؟ حتما توی کامنت ها بنویس واسم. اگه دوست دارین از این داستانا و رازای پشت پرده ستاره های موسیقی بیشتر بدونین حتما کانال منو دنبال کنین. اینجا قرار نیست فقط موسیقی گوش بدین، اینجا قراره با آدمای آشنا بشیم که زندگیشون پر از درس و انگیزه است. یادتون نره شاید ما مثل ادل روی استیج نباشیم ولی هر کدوممون یه صدا داریم که میتونه دنیا رو تغییر بده. پس مواظبش باشین. راستی عشق داداش، اگه زنایی مثل ادل الهام میگیری یه خبر خوب برات دارم. توی کانال یه ویدیو دیگه هم هست درباره کیم کارداشیان. شاید فکر کنین که این فقط برای فشن و سلبریتی بازی هاست، ولی وقتی زندگیشو دقیق ببینین میفهمین چه درسای بزرگی برای موفقیت و جنگیدن با قضاوت مردم داره. کسی که با یه سوال ساده زندگیشو ساخت. تو کامنت ها منتظر نظراتتونم. فعلا خدا نگهدار.